در ولایت ختلان 72 پرونده جنایتی وابسته به دزدی نیروی برق باز شده است. بیشتر این پرونده ها به کارمندان خود شبکه های برقی مربوطند. دادستان منطقه حمزه علی مظافروف گفت که در این پرونده ها حالت های اضافه نویسی و تصرف مبلغ آشکار شده است. تفتیش اکثر پرونده ها به انجام رسیده برای بررسی به دادگاه های شهر و ناحیه های ولایت ارسال گردیدند. سال 2025 در مقیاس ولایت ختلان 72 پرونده جنایتی عاید تصرف قوای برق آغاز کرده، پرونده جنایتی آغاز کرده شده است که اکثریت پرونده جنایتی نسبتی کارمندان شبکه برقی شهر و ناحیه میباشد. دادستان همچنین علاوه کرد که در خود منطقه کӯلоб نیز پرونده های شبیه باز شدند. با گفته او تنها در شهر کӯلоб 5 پرونده جنایتی ثبت شده است. اکثر متهمان نیز کارمندان شبکه های برقی می باشند. اما مظافروف دقیقا نگفت که آیا در میان متهمان شخصان منصبدار نیز هستند یا نه. شهر کӯلоб 5 پرونده جنایتی آغاز کرده. شمس‌الدین شاهین هم 1 پرونده جنایتی آغاز کرده. خوالینگ هم قریب 2 پرونده جنایتی، واسه 3 پرونده جنایتی، فرخور 4 پرونده جنایتی، هم 18 پرونده جنایتی آغاز شده. پس از قبول قانون نو اوید به دزدی برق، نظارت استفاده نیروی برق شدیدتر گردید. مقامات نظارت انرگتیکی گفتند که 10 میلیون سومانی ضرر به سبب دزدی به قید گرفته شده است. بنا به اطلاع آنها در بسیاری از این حالتها کارمندان خود شبکه های برق رسانی دست دارند. شبکه تقسیمات برق در شهر نوحه توبه منطقه کӯلоб نسبت 7 نفر کارمندان پرونده جنایی آغاز کردند، هم از کنترل سرکردگی تا اینسپکتور تا خود مسترو تا خود برقکارو. در عموم در شهر کӯلоб اضافه نویسی ما اشکار کردیم 7 میلیون 311,424 کیلووات خودی در اهالی اضافه نویسی شده است. اضافه نویسی بود خودی نسبت علاقه کارمندان پروکاتور شهر کӯلоб پرونده جنایی آغاز کردند، کار برای رفته شده است. ماه اپریل پرزیدنت با کدکس جنایی تغییرات و علاوه ها را امضا کرد. قانونی نو برای دزدی یا استفاده غیرقانونی نیروی برق جریمه از 27,000 سومانی تا 10 سال زندان را پیش بینی میکند. پس از قبول این قانون نظارت سخت‌تر شده است و مقامات قریب همه روزه از آشکار شدن حالت‌های دزدی برق خبر می‌دهند. همکنون طبق گفته دادستان و اگنتی نظارت انرژتیکی خود کارمندان ساحه در اضافه نویسی و دزدی برق دست داشتند.